أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا. سه محور اصلی و سه واقعه است که ارکان تشیع رو تشکیل می‌دهد و دشمن در طول تاریخ بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سعی کرده است یا آنها رو از بین ببرد یا اونها رو تضعیف کند. یکی از اون موارد ولایت امیر المؤمنین روحی له الفداست. پیامبر اکرم در غدیر خم جانشین انتخاب کرد به نص آیه قرآن بلغ ما انزل الیک من ربک. یا رسول الله ابلاغ کن آنچه که به تو نازل شده است. شیعیان میگویند پیامبر اکرم دست امیر المؤمنین رو گرفت و به عنوان جانشین و امام انتخاب کرد و همچنین خداوند متعال اسلام رو به واسطه ولایت امیر المؤمنین کامل کرده و اسلام رو همراه با ولایت معرفی کرده است. قرآن کریم هم لفظ نبی دارد، هم لفظ رسول دارد، هم لفظ امام. اندی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم هم نبی بود هم رسول بود. خداوند متعال امتحانهای سختی کرد او رو، بعد از آن فرمود انی جاعلک للناس اماما. لذا بعد از رحلت پیامبر در سقیفه جمع شدند و اون دسیسه رو به پا کردند. این اولین موردی بود که دشمن از آن ابتدا شروع کرد و ولایت رو از امیر المؤمنین غصب کرد. دومین موردی که تلاش شد و با تمام وجود سعی شد که از بین برود قضیه هجوم به خانه حضرت زهراست. واقعه دار اینها وقتی که دیدن تا خانه امیر المؤمنین باشد و تا فرزند پیامبر اکرم حضرت زهرا باشد نمیتوانند به هدف خود برسند. لذا به خانه حضرت هجوم بردند و اون واقعه رو به بار آوردند تا بتوانند به اهداف خود که همان غصب خلافت است برسند. اما حضرت اینجا با حرکت خود
با خواندن خطبه، با معرفی افرادی که غصب خلافت کرده بودند، حقیقت رو برای مردم بیان کرد. اینها وقتی دیدن که موقعیتشون به خطر افتاد، نقشه کشیدند که با حضرت دیدار کنند. حضرت نپذیرفت. بعد امیرالمؤمنین رو واسطه قرار دادند، چون حضرت زهرا تسلیم امام زمانش بود و تابع امام زمانش بود، قبول کرد. وقتی آمدند روح شریفشون رو برگرداندند. یعنی شیعیان اینا کسایی نیستند که بتوان با اونها صحبت کرد. روبروی اونها نشست، برگشتند، حضرت روشون رو برگردوندند. گفت اگر میخواهید با شما سخن بگویم، اول این جواب من رو بدید: شما شنیدید از رسول خدا که فرمود این فاطمه جگرگوشه من است؟ گفتن بله. همینجا که گفتن بله، فاطمه زهرا فرمود من از شما راضی نیستم و فردای قیامت شکایت شما رو به خدا و رسول خدا می کنم. پیامبر فرمود کسی که فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده است، لذا مصداق ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخره. اینا مصداق این آیه شدن. محور سوم که پایه تشیع رو تشکیل میدهد و تشیع بدون این محور معنا ندارد، مسئله شعائر و واقعه طف است. شما اگر به روایات مراجعه کنید و روایات رو بررسی کنید، میبینید که در هیچ باب مستحبی مواردی که در مورد زیارت سید الشهدا و عزاداری و جزع وارد شده است، در هیچ بابی وارد نشده. تعبیر می کند از کسایی که عزاداری می کنند، زیارت سید الشهدا رو می کنند، اظهار حزن می کنند، اگر گناه بزرگی هم داشته باشند خدا به برکت سید الشهدا می بخشد. می فرماد اگر می خواهید در آن منزلی که جوار رسول خداست به شما جا دهیم، زر الحسین، حسین رو زیارت کن. روایات فراوانی در این باب وارد است که مجلس اجازه طرح آنها را نمی دهد، ولی همینقدر بدانید روایاتی که در باب عظمت زیارت سید الشهدا و عزاداری برای سید الشهدا وارد شده است زیاد است. چرا این فضیلت و عظمت برای عزادار سید الشهدا در نظر گرفته شده و خداوند متعال فردا جایی رو به او خواهد داد، کسی که واقعا خالصا مخلصا ابراز احساسات می کند در مقابل واقعه طف، خدا جایی رو خواهد داد که در موارد دیگر اون ذکر نشده. چرا؟ اولا دلیلش این است که سید الشهدا با حرکت خودش دین رو زنده کرد. دینی که از بین رفته بود، چیزی از دین باقی نمانده بود. بعد از رحلت پیامبر اکرم هر آنچه که توانستند از خود آیینی رو در داخل اسلام وارد کنند وارد کردند. اولا منع حدیث کردند، گفتم کسی حق ندارد
حدیث بیان کند. کسی حق ندارد احادیث پیامبر رو بیان کند. چرا؟ دلیلش این است که اگر احادیث بین مردم باقی میماند، حقیقت برای مردم کشف میشد. در مواطن مختلف هادا وصی و خلیفتی من بعدی، در موارد مختلف هادهی اشاره می کند به فاطمه زهرا: من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذ الله. اینا رو میخواستن مردم فراموش کنند، لذا هر کی نقل حدیث میکرد یا او رو تبعید میکردند یا زبانش رو میبریدند. دستور داده بودند هر فضیلتی، هر منقبتی در مورد اهل بیت و علی ابن ابی طالب شنیدید، جاعلان حدیث در حق عثمان و افراد دیگر جعل کنید. جعل حدیث کردند در مورد خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، و آنقدر کار کردند که وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسیدند گفتن مردم در ماه مبارک رمضان نماز تراویح میخوانند. امام فرمود ما نماز تراویح نداریم، نماز مستحب جماعت نداریم. امام حسن رو فرستاد، گفت برو به مردم بگو نماز تراویح نخوانند. رفت برگشت امام حسن، فرمود آقا جان میگویند این سنتی است که خلیفه دوم برای ما قرار داده و ما بر طبق اون عمل میکنیم. قبول نکردم. لذا امام فرمود لو استوت قدمای لغیرت اشیاء، کنت امیرا والیوم صرت مأمورا. چون دین رو تغییر داده بودن، دین بازیچه شده بود دستشون، مردم تغییر کرده بودند. روز عاشورا کسایی که مقابل امام حسین ایستادن، بعضیشون شخصیت امام حسین رو میشناختن، میدانستن کیست، اما اینا در جامعه کاری رو کرده بودن حتی این افراد رو ذهنهاشون رو خراب کرده بودن که اشاره خواهم کرد. فرمود چرا این همه اصرار؟ فرمود به خاطر این که اولا امام حسین دین رو زنده کرد، ثانیاً امام حسین غاصبین خلافت رو معرفی کرد. لذا امام زمان می‌فرماید لأبکین علیک بدل الدموع دما. این زیارت ناحیه مقدسه معروفه، ما 2 زیارت ناحیه داریم. یکی از امام حسن عسکری است که 5 سال قبل از ولادت امام زمان ایشون تلاوت کردند که نام شهدای کربلا نام برده شده، و زیارت ناحیه دوم که به زبان امام زمان تلاوت شده، مصائب واقعه طف بیان شده. اونجا این جمله، همین جمله دلالت میکند که این زیارت هرچند که سندش به خاطر اینکه اون زمان ظلم بود، حتی امام زمان در غیبت بودن، چه غیبت کبرا چه غیبت صغرا، لذا باید زودتر اینا به مردم میرسید، خلاصه تر میرسید، حدیث را سندش رو حذف میکردن. به الا این زیارت مضامینش، الفاظش، نظمش یقینا از معصوم صادر شده. همون حرفی رو که در مورد نهج البلاغه میذاریم که فرد عادی نمیتواند این کلمات رو گفته باشه. یا امام رضا روحی له الفدا میفرماید ان یوم الحسین اقرح جفوننا. این پلک ما، داخل پلک ما رو زخم کرد. یعنی آنقدر ما گریه کردیم، اونقدر ناله کردیم که این خروجی چشم ما زخم شد. امام معصوم وقتی صحبت میکند مثل انسان عادی که صحبت نمیکنه، او حقیقت رو میگه.
شما دیدید تا حال کسی آنقدر گریه کند که اشکش به خون تبدیل بشه؟ دیدید آنقدر کسی گریه کند که نزدیک پیک چشمش خونی بشه، زخم بشه؟ این دلالت بر این است که این مسئله عظمت دارد و پیام است برای شیعیان. ای شیعیان، باید این روز رو گرامی بدارید، این روز رو قدر بدانید و بدانید روایاتی که در مورد عزادار سید الشهدا وارد شده است که فردای قیامت چگونه با اونها برخورد میکنن زیاد است، که کسی که برای سید الشهدا گریه کند مزدش رو فردای قیامت میگیرند. همه اونهایی که غافلند در محشر او آگاه است، حس می کند که خداوند متعال اون جایگاه عظیم رو بهش خواهد داد، چون حسین هر چی داشت در راه خدا داد. سوال کرد که چرا خدا این مقام رو به سید الشهدا داد؟ گفت اگر ملکی در راهی گم شود، راه رو تشخیص ندهد، پناه ببرد به جایی که گرسنگی و تشنگیش رو تأمین کند، اگر پیرزنی از دارایی دنیا فقط یک گوسفند داشته باشد و این رو به واسطه شیر گوسفند و به واسطه گوشت گوسفند سیراب کند و او رو از گرسنگی نجات دهد، این شاه، ملک و پادشاه مزد این پیرزن رو چه باید قرار دهد؟ این پیرزنی که فقط از خدا یه همین گوسفند رو داشت. عده‌ای گفتند که باید به او مال دهد، عده‌ای گفتند باید به او دارایی ملک دهد. گفت من از شما سوال می کنم، این پیرزن هرچه داشت در راه این آقا داد، یه گوسفند داشت، این اگر شاهی و پادشاهیش رو به این بده حقش رو ادا نکرده. امام حسین هرچه داشت در راه خدا داد، هم بچه هاشو برد، هم همسرا و خواهراش رو برد. خارج شد که جمله هم گفته که حجت رو بر همه تمام کرده. فرموده من اگر خارج می شوم برای خدا خارج می شوم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه به امام حسین چند تا پیشنهاد شد. اولا آقا جان نرو. گفت من باید خارج بشم. مردم کوفه برای من نامه نوشتن. در چند مرحله مردم کوفه نامه نوشتن به سید الشهدا که بین 12 تا 18 هزار تاریخ ثبت کرده. کیا نوشتن؟ بزرگان کوفه نوشتن بیا و این آمدن رو خوش آمد گفتن و گفتن لک جند مجنده، ما لشکر برات آماده کردیم. لذا سید الشهدا گفت مردم فرا خواندن باید بروم. محمد حنفیه بهش گفت برادر میروی برو این زن و بچه رو بذار. گفت نه، اون لحظه ای که من سر قبر پیامبر رفتم و با پیامبر وداع کردم، لحظه ای مرا خواب برد، آنجا الهام به من شد ان الله شاء ان یراک قتیلا. بعد اشاره کرد به زن و بچم گفت شاء ان یراهن سوایا، ولذا چون خدا اراده کرده است من خارج می شوم، خارج می شوم تا تکلیف خودم رو ادا کنم. وقتی در مکه مکرمه بودن پیشنهاد شد به امام حسین که شما اگر می خواهید
جای مأمنی برای شما باشد و در امان باشید به سوی یمن حرکت کنید. گفت اگر من به سوی یمن حرکت کنم، گفتن اونجا کوهستانی است، کسی نمیتواند به شما دست بیابد. گفت اگر آنجا بروم مردم میگویند حسین ترسیده است. من که الان خارج شدم، برای خدا خارج شدم، باید کارم الهی باشه. لذا اگر خدا خداییش رو به سید الشهدا میداد، سید الشهدا، البته این لفظ شاید خیلی درست نباشه، خداوند متعال اومد مزد سید الشهدا رو حتی در یک قطره اشک قرار داد. فرمود اگر کسی به اندازه پر مگس برای سید الشهدا از چشمش اشک خارج شود، خداوند متعال فردای قیامت تمام گناهانش رو میبخشه، اگرچه به اندازه کف دریا باشد. این که همه گناهانش رو میبخشه چون سید الشهدا کاری کرده که اگر نبود دین باقی نمیماند. این پسر حنظله، عبدالله ابن حنظله، میدانید که حنظله غسیل الملائکه از حجله به جنگ رفت، شهید شد، اما اون شب شاهد گرفتن که این وارد حجله شد به خاطر همین پسرش عبدالله که بعد از شهادتش به دنیا آمد. بزرگان مدینه رو بعد از واقعه عاشورا ملعون یزید دعوت کرد، از جملش عبدالله ابن حنظله رو. عبدالله که برگشت به مردم مدینه گفت اولا والی مدینه خیلی شخص پستی بوده، بسیار مردم را اذیت میکرده، مردم به سطوح آمده بودن، و سوم این افرادی که رفته بودن مهمان یزید بودن، وقتی برگشتن به مردم نقل کردن شما چه کسی رو خلیفه انتخاب کردید؟ شارب الخمر است، معلن فسق است، رجل شارب الخمر معلن بالفسق، قاتل النفس المحترمه یا محرمه. این اصلا آثار دین درش نیست. این چند وقتی که ما اونجا بودیم ندیدیم که نماز بخواند. این چه خلیفه ایست؟ لذا اون واقعه حره رخ داد در مدینه منوره که مفصل است. یا اینکه امام رضا میفرماد پدرم وقتی محرم فرا میرسید دیگه او رو خندان نمیدیدید، چهرهشون گریان بود، ناراحت بود و جناتشون نشانه از مصیبت میداد و روز دهم اوج مصیبتشون بود. یا امام باقر فرمود گریه کنید بر سید الشهدا، خانوادتون رو هم بگید گریه کنن، بعد جمع شید مقتل سید الشهدا رو بخوانید. فرمود به هم دیگه تعزیه بگید، عظم الله اجورنا و اجورکم بگید، تسلیت بگید به یکدیگر. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شیعیان قدر این روز رو بدانید. حسین حماسه‌ای که به پا کرد لیاقت این رو دارد تا روز قیامت نامش زنده بمانه، چون نام حسین که میاد اسلام زنده میشه. نام امام حسین حق خورده با نام اسلام، قابل جدایی نیست. و لذا اینایی که تضعیف میکنن شعائر رو باید در موردشون تأمل کرد، چون شعائر از دین، از اسلام، دین بدون اون معنا نداره. این که امام باقر اصرار میکنن، بعد علی ابن ابی طالب روحی له الفدا به شیعیانشون اینطوری افتخار کرده که خدا شیعیانی رو برای ما انتخاب کرده که ذیل همین حدیث اهل معنا می‌نویسن که امیرالمؤمنین که این حرف رو زده میخواد شیعیان واقعی رو معرفی کنه. شیعیان ما خداوند متعال برای ما شیعیانی قرار داده است
که با شادی ما شاد می شوند و با مصائب و ناراحتی ما ناراحت می شوند. و همینطور امام رضا ذکر کرده است از شیعیان، نه تنها در این قضیه، در قضایای فراوانی مثل قضیه اتجلسون و تحدثون انی احب تلک المجالس. امام صادق رحمت فرستاده بر شما که در این مجلس نشستید. رحم الله من احیا امرنا. خدا رحمت کند اینایی که امر ما رو احیا میکنن، یعنی نام ما رو زنده نگاه میدارن. مصداقش همینه. و اصرار و عاشورا و اصرار بر بقاء نام سید الشهدا به خاطر اینکه اسلام با این نام باقیه و نباید کوتاهی کرد. و فردای قیامت سوال خواهد شد مگر جابر ابن عبدالله انصاری وقتی کربلا رفت 40 خدا قسمت کند همه ما رو، به عطیه اوفی چه گفت؟ نشست بالا قبر سید الشهدا گریه کرد، ابتدا سلام کرد، بعد فرمود بله من چه توقعی دارم جواب سلام من رو بدهی؟ شخصیتی که سرش رو از بدنش جدا کردن. بعد اونجا یه جمله‌ای به عطیه فرمود، گفت عطیه خودم از رسول خدا شنیدم اگر کسی راضی به عمل قومی بشود خدا اونا رو شریک در اون عمل میکند. حواست جمع باشه، مبادا در شعائر لقلقه داشته باشی، تزلزل داشته باشی. هشدار این حدیث که فردا با همون نیت تو رو محشور میکنن. نام سید الشهدا با همه تفاصیلش باید حفظ بشه. اومد کنار خیام، صدا زد یا زینب یا رقیه یا ام کلثوم علیکن من السلام. یه جوری سلام کرد خیلی سوزناک بود، همه از خیمه بیرون دویدن. اصحاب مقاتل تعابیر دردناکی رو گفتن، یکی دست میکشید، یکی ناله میکرد، یکی بابا رو صدا میکرد. به زینب گفت خواهرم همه اینا به دست تو امانتن. طولی نکشید نازدانش آمد، صدا زد پدرم ممکن از محملت بیای پایین، ممکنه من رو حجر خودت بنشانی، ممکنه دست نوازش بکشی بر سرم. اصحاب مقاتل میگه یه نگاهی به زینب کرد خیلی سوزناک بود. دخترم چه شده؟ چرا ناله میکنی؟ بابا میروی بر نمیگردی، خودم دیدم حمیده دختر مسلم رو وقتی خبر شهادتش دادن به هجرت نشاندی، او رو نوازش کرد. خدا حافظی هاش رو کرد وارد میدان شد، چند قدم بیشتر بر نداشته بود صدای سوزناکی او رو ایستاد. مهلا مهلا یا ابن الزهرا، مهلا مهلا یا ابن الزهرا. خواهرم عزیز دلم چی شده؟ گفت کرده وصیت مادرم هنگام میدان رفتنم، بوسم به جایش خنجرم، آهسته رو آهسته جنگ نمایانی کرد. ولما ضعف عن القتال، دیگه سید الشهدا خسته شده بودن، ایستادن لحظه استراحت کنن. امروز عاشوراست، نمیدونم چگونه میخوای احترام کنی، نمیدونم چگونه میخوای مزد ذخیره کنی برای قبر و قیامت. وقف یستریح فرماه رجل بحجر علی جبهته. ناگهان پیشانی سید الشهدا رو با سر هدف قرار دادن. فسال الدم علی وجهه. اصحاب مقاتل میگن مثل آبی که در ناودان جاری شود خون جاری شد. فرفع ثوبه، سیدا معذرت میخواد، لباس رو آورد بالا تا خون رو
دم زهد دم عن عینه فرماه آخر بسهم محدد له ثلاث شعب تیر شعبه بر قلب سید الشهدا اصابت کرد دیگه ناتوان شده بود از بالای اسب زمین افتاد صدا زد